ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби сеюм, гуфтори 56. یکی از سمت‌های مهم ترقیات اقتصادیات این کارکردی اشیای خام محلی تا حدی محصولات نهایی و در این زمینه افزودن اقتدار صادراتی کشور و آماده سازی جایهای نوی کاری می باشد. برای استفاده افضلیت‌های سیاست بیرونی اقتصادی، حل مسئله از بنبست کمونیکاسیونی رهایی یافتن و دارای راه‌های نقلیاتی حاضر زمان شدن تاجیکستان با کشورهای همسایه و شاهراه‌های جهانی پیوستن آن اهمیت بزرگ دارد. ما با مقصد تأمین استقلالیت انرژتیکی و از بنبست کمونیکاسیونی رهانیدن تاجیکستان به حل و فصل یک قطار تدبیرهای مهم از جمله احیا و رشد ساحه‌های صنعت و انرژتیک، کشاورزی، راهسازی، ساختمان کوپروک‌ها و نقب‌های ماشینگرد مشرف گردیدیم. گذشته از این در کشورمان از نوسازی و ساختمان یکچند راه‌های اتومبیلگرد و راه آهنی داخلی از جمله بنیاد نقب‌های ماشینگرد انزاب ادامه دارد که امسال باید به استفاده داده شود. در آینده با جلب سرمایه خارجی تعمیر و از نوسازی راه دوشنبه خوجند به نقشه گرفته شده است. علاوه بر این امسال در دو نقب دیگر شهرستان و شرشر کارهای سازندگی آغاز می یابند که بنیاد آنها برای کوتاه و بی خطر کردن راههای ماشینگردی کوهی نهایت ضرور است. راه بین المللی ماشینگردی دوشنبه، کولاب، خاروخ، قلمه، قراقرم امسال در تمام فصلهای سال حمل و نقل بار و مسافران را تأمین می نماید. بنیاد این راه یکی از دستاوردهای بزرگ تاریخی دوره استقلالیت بوده ما را با کشورهای شرق و بندرهای بزرگ جهانی می پیوندد. حالا نوبت یکمی از نوسازی شاهراه دوشنبه، نورآباد، رشت، سریتاش آغاز یافته است که ما را با قرقیزستان، قزاقستان، فدراسیون روسیه و خیتای می پیوندد. این راه خیلی کوتاه و از لحاظ اقتصادی فایده‌ناک خواهد شد. پل میان تاجیکستان و افغانستان در ناحیه خاروخ، درواز و اشکاشیم به استفاده داده شده. ساختمان کوپروک کلانترین در 5 پایان نیز آغاز یافته است. سالهای آینده باشد ساختمان باز 2 پل دیگر در دریای 5 در ناحیه‌های فرخار و شوراباد پیش بینی شده است. همه این تدبیرها برای یافتن تاجیکستان از بنبست کمونیکاسیونی مساعدت نموده برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مملکت امکانیت و شرایط‌های مساعد فراهم می‌آورند. یکی از عامل‌های اساسی اقتدار اقتصادی دولت در شرایط امروزه رشد ساحه انرژتیک میباشد. استقلالیت انرژتیکی تاجیکستان تدریجاً ترقیات ساحه‌های صناعت، کشاورزی، از خود نمودن ثروت‌های طبیعی، کارکرد معدن‌ها، پیشرفت استحصالات و صاحبکاری خرد و میانه، خلاصه رشد استوار اقتصادی و از همه مهمش
بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم را تأمین می نماید. روندی با نظام اصلاحات اقتصادی و در مجموع انکشاف همه ساحه‌های خواجگی خلق از رشدی با مرام ساحه انرژتیکی کشور وابسته می باشد. تاجیکستان از لحاظ ذخیره‌های گیدرا انرژتیکی در جهان یکی از جایهای اول را اشغال می نماید که اقتدار عمومی ذخیرویش در یک سال به 527 میلیارد کیلووات ساعت می رسد. سالهای استقلالیت در منطقه های کوهستانی کشور زیاده از 30 نیروگاه خردی برقی بنیاد کرده شده. حالا ساختمانی نیروگاه های بزرگی برقی سنگتوده یک وراغون ادامه دارد. سال گذشته به استفاده داده شدن نیروگاه برقی آبی پامیر یک و به استانداردهای بین المللی مطابق گردانیدن راه ماشینگردی کولاب، خاروخ، قلمه، قراقرم نه تنها برای ساکنان بدخشان و تاجیکستان بلکه برای مردم منطقه آسیای مرکزی رویدادی تاریخی گردید. وسعت تازه پیدا نمودن همکاری‌های بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه با احیای انشاءات‌های مهمترین انرژتیکی نیروگاه‌های برق آبی سنگتوده یک وراغون مساعدت نمود. در صورت انجام موفقانه این نیروگاه‌ها تاجیکستان به استقلالیت کامل انرژتیکی صاحب گردیده، همزمان احتیاجات برقی بعضی کشورهای منطقه با قوه برق تأمین کرده می شود. ولی این اقدام هنوز ما را قناعتمند نمی سازد. برای نائل شدن به استقلالیت انرژتیکی برابری ادامه دادن ساختمان نیروگاه‌های ناتمام، همچنین در آینده با جلب سرمایه خارجی بنیاد نیروگاه بزرگی برق آبی دشت جم در دریای پنج در نظر است. جریان امروزه رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برای تحکیم استقلالیت دولت و ملت تاجیک نهایت مهم بوده، ما را وادار می سازد که پیوسته در جستجوی اصولهای نو و مفید تأمین انکشاف استوار اقتصادیات، پیش بردن کارهای سازندگی و بنیادکاری، بلند برداشتن سطح زندگی مردم، مکمل گردانیدن ساختار اداره دولتی و افزودن مقام و منزلت خود در جامعه بشری باشیم. دولت صاحب استقلال ما برای عضو کامل حقوق مناسبت‌های اقتصادی بین المللی گردیدن همه چاره ها را اندیشیده ایستاده است. حالا کوشش وارد شدن تاجیکستان به سازمان عمومی جهانی سودا ادامه دارد. امروز در شرایطی که استقلالیت تاجیکستان سال تا سال تحکیم می‌یابد، ما عزم قوی داریم که با بنیاد انشاءات‌های عظیم گیدرا انرژتیکی و کمونیکاسیونی گسترش اصلاحات را در همه ساحه‌های حیات، بخصوص رشد صناعت ملی، پیشبرد ساحه کشاورزی و کارکرد صناعتی اشیای خام تأمین نماییم. ما با قناعتمندی گفته می توانیم که در سالهای استقلالیت تشکل مناسبت‌های نوی اقتصادی و تطبیق اصلاحات بنیادی در ساحه اقتصادیات بر رشد اقتصادی و اجتماعی مملکت مساعدت نمودند. با شرافت صلح و ثبات و وحدت و همدیگر فهمی پیشرفت تمامی ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی مملکت تأمین گردید. در نتیجه عملی نمودن تدبیرهای سودمند پس از سال 1997 نه تنها تنزل اقتصادیات
بازداشته شد، بلکه برای رشد منظم و استوار آن زمینه با اعتماد فراهم آمده، افزایش تدریجی نشان دهنده های اقتصادی تأمین گردید. رشد استوار اقتصادی و بلند گردیدن سطح درآمد اهالی به گسترش فعالیت صاحبکاری، مخصوصاً صاحبکاری خرد و میانه وابسته است. حکومت جمهوری با مقصد دستگیری صاحبکاری خرد و میانه در عمل مکانیزم پیشنهاد کردن قرضهای خرد را در ناحیه‌های دوردست کوهستان تطبیق می نماید که این تدبیر فعالیت بیواسطه مردم را در اقتصادیات جانناک گردانیده تدریجاً به حل و فصل مسئله شغل اهالی و پست کردن سطح کم بضاعتی مدد می رساند. انکشاف با نظام اقتصادیات مملکت به ما امکان داد که در حل مسئله پست کردن سطح کم بضاعتی به پیشرفت نظررس نائل گردیم. در مدت 4 سال از 5.1% اهالی کشورمان، یعنی زیاده از 1.2 میلیون نفر از دایره کم بضاعتی برآورده شدند. تاجیکستان حالا در آغاز مرحله رشد استوار قرار دارد و این به ما امکان می دهد که نقشه های سازندگی و بنیادکاری خود را برای 10-15 سال آینده طرح‌ریزی و در عمل تطبیق نماییم. زیرا هر کاری که امروز به انجام می رسانیم به خاطر آبادی و آینده نیک وطن عزیز خود، حیات آسوده نسل‌های آینده کشورمان است. تطبیق برنامه‌های سرمایه‌گذاری هایی که به اقتصادیات کشورمان، خصوصاً ساحه‌های انرژتیک، صناعت و کشاورزی جلب کرده می شوند، سالهای نزدیک به بلند برداشتن سطح زندگی مردم آورده می رسانند. عموماً استقلالیت دولتی تاجیکستان امکانیت‌های بزرگ و در عین زمان مسئولیت مهم را برای رشد اقتصادیات به دوش مردم کشور گذاشته است. تنجی و آرامی کشور و حلالکاری و مهنت دوستی خلق عزیزمان ما را به آینده درخشان روح بلند می نماید. شبهه‌ای نیست که ما از عهده اجرای این وظیفه های استراتژی با سربلندی می براییم و سرزمین اجدادی خود را به کشوری آباد و پیشرفته تبدیل می دهیم. حل مسئله های اجتماعی، پیش از همه کمک و غمخواری نسبت به سابقه داران جنگ و مهنت، یتیمان و بیپرستاران، معیوبان و محتاجان و عائله های کم بضاعت من بعد نیز همچون یکی از سمت‌های اساسی سیاست اجتماعی دولت تاجیکستان باقی خواهد ماند. از این لحاظ هر سال مبلغ گذاری ساحه‌های اجتماعی از حساب بودجه دولتی افزون می گردد. تنها سال جاری قریب نصف حجم عمومی بودجه به ساحه‌های اجتماعی روانه کرده شد. از ابتدای سال مزد مهنت کارمندان ساحه‌های بودجتی، نفقه، استیپندیه به حساب میانه قریب 2 مراتب افزود. در مجموع در 5 سال اخیر از بودجه دولتی تاجیکستان به ساحه‌های اجتماعی 1,160 میلیون سامانی، از جمله به معارف و تندرستی 650 میلیون سامانی صرف گردید. علاوه بر این، طبق برنامه سرمایه‌گذاری دولتی برای سالهای 2005-2007 و تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری خارجی، وضع اجتماعی در مملکت تا رفت بهتر کرده می شود. امروز
حجم عمومی سرمایه گذاری عمل کننده خارجی در تاجیکستان قریب 1.5 میلیارد سامانی را تشکیل می دهد. همچنین ادامه دادن و وسعت بخشیدن اصلاحات در ساحه‌های معارف، تندرستی و تربیه کادرهای بلند اختصاص صاحب معرفت و دارای جهانبینی وسیع که توانند تاجیکستان را به صف کشورهای پیشرفته و متمدن عالم جای دهند از جمله وظیفه‌های مهمترین ما می باشند. علاوه به مبلغ‌های بودجتی در دایره لایحه‌های اینوستیسیونی 150 میلیون سامانی برای تطبیق اصلاحات در ساحه‌های معارف و تندرستی خرج کرده شد. تنها در سال 2004-2005 در کشورمان 114 مؤسسه نوی تندرستی مورد استفاده قرار گرفت. در ساحه معارف که یکی از ساحه‌های افضلیتناک است، تدریجاً تغییرات جدی به عمل می آید. مکتب‌ها فعال می گردند. صفت تربیه معلمان نیز نسبت به سالهای 90 و ابتدای سال 2000 رو به بهبودی آورده است. همه این پیشرفت هایی که در سمت بهبودی وضع اجتماعی اهالی نائل گردیده ایم هنوز ما را قناعتمند کرده نمی توانند، زیرا در مجموع حالا صفت زندگی مردم کشورمان به طلبات زمان پرره جوابگو نیست. با نظر داشت این، حالا از جانب حکومت تاجیکستان تطبیق استراتژی ملی ترقیات که در آن حل و فصل پرابلم‌های موجوده اقتصادی و اجتماعی کشور پرره پیش بینی شده است ادامه دارد. در اساس تأمین نمودن پیشروی اقتصادیات، حکومت تاجیکستان من بعد نیز به انکشاف ساحه‌های اجتماعی دقت مخصوص می دهد. در این جاده برای بلند برداشتن معاش کارمندان ساحه‌های معارف، تندرستی، علم، فرهنگ و همچنین زیاد نمودن استیپندیا، نفقه پولی و کمک به عائله‌های کم بضاعت دقت مخصوص ظاهر می گردد. هدف اصلی و استراتژی کشوری صاحب استقلال ما تطبیق عملی منفعت‌های عالی دولت و ملت، قبل از همه تأمین امنیت، ثبات سیاسی و اقتصادی و فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد با سرعت و تحکیم اقتدار داخلی کشور است. این هدف استراتژی سنجیده، همه جانبه، اساسناک و دارای مکانیزم های مؤثری رابطه ها و همکاری فعال با همه کشورها و سوبیکت های مناسبت های بین الخلقی را تقاضا دارد. باید تأکید کرد که تطبیق استراتژی منطقوی و بین المللی تاجیکستان صاحب استقلال در دوران نهایت مرکب، ضدیتناک و حساس تاریخ بشری جریان می گیرد. تحلیل ها نشان می دهند که زیاده روی از دایره حقوق بین المللی و نادیده گرفتن بعضی پرینسیپ های بنیادی آن برای منطقه ها و کشورهای زیاد سببگار مشکلات و پرابلم های جدی می گردد. روندها و طلبات ابجکتیوی آغاز عصر 21 و بخصوص ضرورت حیاتی تطبیق موفقانه منفعت‌های ملی، افضلیت‌ها، سمت‌ها و وظیفه‌های مشخص سیاست خارجی تاجیکستان مستقل را معین می‌نمایند. ذکر کردن به مورد است که ما روابط همه‌جانبه و استراتژی خود را با دولت‌های اعضای جامعه اقتصادی اورو-آسیا، سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی و سازمان همکاری شانگهای تحکیم خواهیم بخشید. در روند گسترش روابط و همکاری
با شریک استراتژی ما فدراسیون روسیه مرحله صفتا نو آغاز شد. در حل و فصل مسئله های نهایت مهمی دو جانبه، قبل از همه مسئله قرض جمهوری تاجیکستان، بازه حربی فدراسیون روسیه به اختیار تاجیکستان واگذار نمودن حفظ سرحد دولتی تاجیکستان و افغانستان، تنظیم همکاری های اقتصادی، مهاجرت مهنتی و غیره قدم های جدی گذاشته شد. آغاز عملی همکاری وسیع و بنیادی اقتصادی قبل از همه در ساحه های گیدرا انرژتیک، متالورژی رنگه و اینفراستروکتور پدیده مهم و ارزشمند می باشد. مسئله نهایت مرکب و حساس مهاجرت مهنتی نیز حل اصولی و نسبتاً پررأی خود را یافته، در مجموع همکاری های سودمند مضمون صفتا نو گرفت و سازگار به منفعت های دراز مدتی هر دو کشور و منطقه گردید. در عین حال روابط تاجیکستان با دولت‌های مترقی غرب و ایالات متحده امریکا سال تا سال گسترش تازه یافته. تقریباً همه ساحه‌ها و عرصه‌ها از جمله سمت رابطه‌های اقتصادی و اجتماعی، دستگیری گومانیتری، تحکیم مرزهای سرحدی و تأمین امنیت و بی‌خطری را فرا می‌گیرند. همچنین با دولت‌های پیشرفته اروپا، فرانسه، آلمان، بریتانیای کبیر، بلژیک، ایتالیا، نیدرلندیا، پولشا، چخیه، شویتزاری و کشورهای دیگر همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی ما گسترش یافته. در ترکیب کوالیسیون بین المللی مبارزه بر ضد تروریسم عملاً همکاری‌های سودمند وسعت می‌پذیرد. گرچند انکشاف پیگیرانه همکاری‌های منطقوی در آسیای مرکزی برای ما از جمله افضلیت‌های اولین درجه باشد، هم هنوز سطح این همکاری‌ها جوابگوی منفعت‌های حیاتی و درازمدت خلق‌های منطقه نیست. ما اصولاً جانبداری رفع مانعه‌های ایجاد گردیده در روابط دیرینه و همسایگی نیک، حل مسئله‌های باقی مانده در اساس معیارهای اعتراف شده بین الخلقی و احترام متقابل می باشیم. در تاریخ روابط دوستانه ما با همسایه بزرگ شرقیمان جمهوری خلقی چین، کشاده شدن گذرگاه سرحدی قلمه یک واقعه فراموش نشونده گردیده. احیای شاهراه نوی ابریشم همکاری های اقتصادی و تجارتی دو کشور را به سطح بلند می بردارد. ما چنین می شماریم که این کشورهای همسایه و همجوار قادرند در ساختمان ابیکت های بنیادی و نهایت فایده آوری اقتصادی در ساحه انرژتیک، متالورژی رنگه، کمونیکاسیا و اینفراستروکتور، همچنین در رشد صناعت، نظام مالیوی، صاحبکاری خرد و میانه سهم بیشتر داشته باشند. باید ذکر کرد که در نتیجه کوشش‌های پیوسته و سازنده روسیه، چین و دولت‌های منطقه آسیای مرکزی، سازمان همکاری شانگهای در مدت خیلی کوتاه به یک سازمان با نفوذ بین المللی دارای وسیله‌های مهمی مبارزه علیه تهدیدهای نوی گلوبالی، تروریسم و قاچاق مواد مخدر، تأمین ثبات و امنیت منطقه و گسترش همکاری‌های سودمند تبدیل یافت. در عین حال روابط دوستانه و همکاری وسیع را با ایران، افغانستان، هندوستان و پاکستان، کشورهایی که با آنها
پیوندها و ارزش‌های زیادی مشترک تاریخی و فرهنگی داریم، از افضلیت‌های مهمی روابط خارجی خود می‌شماریم. پیوندهای تاریخی، فرهنگی و معنوی تاجیکستان با ایران باستانی و افغانستان میراثی بزرگ و ارزشمندی تاریخی است که تحکیم آن به نفع این کشورها و ثبات و امنیت منطقه می باشد. باوری دارم که ساختمان نقب انزاب و به خصوص نیروگاه برق آبی سنگتوده 2 همکاری های آینده ما را با ایران در بنیاد انشاءات‌های بزرگ اقتصادی و اینفراستروکتوری وسعت می بخشد. همچنین روندهای امروزه همکاری را با یکی از همسایه‌های نزدیک خود افغانستان اساساً مثبت ارزیابی نموده اعتماد داریم که آنها با نیروهای باقی مانده گروه‌های تروریستی و استحصال و قاچاق مواد مخدر همچون تهدیدهای جدی برای این کشور و جامعه جهانی پیگیرانه مبارزه می‌برند. روابط و همکاری گوناگون ساحه تاجیکستان با هندوستان، پاکستان و ترکیه پیوسته گسترش می‌یابند. با مساعدت متفقانه این کشورهای دوست چندین انشاءات‌های مهم اقتصادی، اینفراستروکتوری و تعلیمی، نوسازی و بنیاد می‌شوند. ما خواهان رشد این روابط و شرکت فعال این کشورها در بنیاد انشاءات‌های گیدرا انرژتیکی، اینفراستروکتوری، استحصالاتی و ساختمانی میباشیم. جمهوری تاجیکستان جانبداری اصولی همکاری وسیع دولت‌های آسیای مرکزی و کشورهای آسیای غربی در چهارچوبه سازمان همکاری‌های اقتصادی ایکا، همچنین بانک عمومی جهانی، بانک آسیایی رشد، بانک اسلامی، تشکیلات عمومی جهانی سودا و دیگر سازمان‌های با نفوذ بین المللی و مالیوی می باشد. طی سالهای آخر در پایتخت وطنمان شهر دوشنبه چندین ملاقات‌ها با سران این سازمان‌های بزرگ و با نفوذ جهانی و منطقوی دایر گردید که خود بیانگری اعتبار و مقام بلندی دولت صاحب استقلال ما می باشد. مناسبت‌های جمهوری تاجیکستان با کشورهای جهان عرب خوب باشد هم هنوز امکانیت و ذخیره‌های استفاده نشده همکاری وسیع و متقابلاً سودمند زیادند. ما باید در آینده روابط همه‌جانبه خود را با تمام کشورهای مسلمانی گسترش بخشیم، زیرا خلق تاجیک تاریخاً یک جزء جهان اسلام و تمدن بزرگی اسلامی می باشد. تاریخ گواه است که زمان کشورهای اسلامی در ساحه‌های علم و فرهنگ و تجارت و اقتصاد خیلی پیشرفته، دوستی و همکاری و رابطه‌های مختلف طرفین را ارزش بزرگ تمدن خیش می دانستند. شنونده‌های گرامی، شما گفتار 56 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از اوریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمکو، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایانی گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.